همین دو ما بردارم توزه شو و خارج سفر کنم دیگه نمیخوام گل کنم وطن. دلافروز واحدوارو بعد 10 سال کار در وزارت کارهای داخلی سال 2020 به دلیل داغ سودی از کار آزاد کردند. میگوید بعد همین خویش و نزدیکان به او با نظر شبهه می‌نگرند و به بیگناهیش چندان باور ندارند. میخواهد این شبهه‌ها را برطرف کند. میخوام که اثبات کنم بیگناه بودنم رو درباره خویش تور درباره جامعه درباره نزدیکام یا رفیقام بیگناه بودن خما خیلی مقصد داشتم که من با کارم خیلی با سابقه کار در آمدن اثبات کنم که من بیگناهم که من کار کردستم. دلافروز را سال 2006 با گناه قاچاق طلا جریمه کردند. 2 سال بعد او را در وزارت کارهای داخلی به کار گرفتند. ختم کرده کالج طبی است و در درمانگاه ریاست نیروهای داخلی وزارت کار کرده و رتبه لیتنانت هم گرفته است. میگوید با گذشت چند سال از حکم و در پی مراجعت به دادگاه خبردار شد که دیگر داغ سودی ندارد. سال 2020 خیلی سپارش شد. اگه من نمیدونم تو خواهد سپارش برای من داشته باشه نمیدونم. من خیلی فکر میکنم همین قانون تنها برای من بوده است. من خیلی فکر میکنم برای شهر میدونم درباره شناس رفقو یک شناس ببینم درام دیگه میکنم که رو برای خاطر شناس من نشدم. من سوال میدم کارت چشم موجه گپ مونده شگیم. حالا با این پرسش پاسخ میجوید که چرا 10 سال چیزی نگفتند و بعد یک 10 ساله ناگهان داغ سودی را بهانه آورده از کار جواب دادند. حقوقشناسان میگویند با این پرسش باید آنها پاسخ دهند که این زن را به کار قبول کردند. کودکس مهنتی یگان محدودیت ایجاد نمیکند. ولی قانون‌های سوهوی است درباره خدمت دولتی، درباره میلیسا، در آنجا انیق و دقیق گفته شده است که چنین شخصان که داغ سودی داشتند گرچند که آن داغ سودی برداشته شده باشد هم با کار قبول کرده نمی شود. وزارت امور داخلی به تماس‌های ما پاسخ نداد و به نامه رادیو آزادی تا لحظه تهیه گزارش از این نهاد جواب نآمد. دلافروز از این همه دلسر شده است و نمیخواهد در تاجیکستان ماند. میگوید یگانه راه رهایی از برخورد جامعه یا عقیده افسرده کننده اطرافیانش که گویا جنایتکار است، ناچار است وطن را ترک کند و به خارج برود.